چه وقت ما و تو به انگیزه میشیم؟ وقتی که ما و تو اعتماد به نفس نداشته باشیم، وقتی که اعتماد به نفس خود نمانیم که زنده باشه، تلاش مایی باشه که اعتماد به نفس دگام سرکوب بکنیم، عزت نفس نداشته باشیم، وقت ما به انگیزه میشیم. پس باید چی داشته باشیم؟ اعتماد به نفس داشته باشیم، سر باورای ما کار بکنیم تا کسب اعتماد به نفس شود و باعث ایجاد انگیزه شود. وقتی که ما و تو باورای غلط جاگزین ساختیم، طبعا به انگیزه میشیم. پس چی خوب است، باید به جای باورای غلط باورای مثبت بیاریم. به هر پیمانی که بر خود ارزش قائل شویم، اونم قدر انسان با انگیزه هستیم. به هر پیمانی که بر خود ارزش قائل نشدیم، خود دوست نداشتیم، با اونم قدر اندازه ما تو یک انسان بی انگیزه هستیم. تحرک بر کار نمی داشته باشیم. انگیزه چه زمانی به وجود میاد؟ وقتی که ما و تو تحرک از خود نشان بدیم، وقتی که ما و تو به خود باور داشته باشیم، با توانایی‌هایی که داریم به او توانایی پای ببریم و او توانایی را کش بکنیم که لحظه به لحظه از درون خود بیرون بسازیم، تبارز بتیم تا برسیم به یک انسان با انگیزه و انسان موفق.